اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب جز به بهترین شیوه بحث و مناظره نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند و بگویید ما به تمام آنچه از سوی الله بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و شما یکی است و ما تسلیم فرمان او هستیم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. و این گونه کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم، پس کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم نیز به آن ایمان می‌آورند و از همین گروه مشرکان نیز کسانی هستند که به آن ایمان می‌آورند و آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند. و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. و پیش از نزول قرآن تو هرگز هیچ کتابی نمی‌خواندی و با دست خود چیزی نمی‌نوشتی، وگرنه باطل اندیشان درباره قرآن قطعاً تردید می‌کردند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکه قرآن آیات روشنی است که در سینه دانشوران مؤمن جای دارد و جز ستمکاران مشرک کسی آیات ما را انکار نمی کند. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله وانما انا نذیر مبین. مشرکان گفتند چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر بگو معجزات نزد الله است و به فرمان او نازل می شود و من فقط بیم دهنده ای آشکارم. اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا برایشان کافی نیست که ما قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنان خوانده می شود؟ بیگمان در این قرآن برای اهل ایمان رحمت و پند است. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو همین بس که الله میان من و شما گواه است، او آنچه را که در آسمانها و زمین است میداند و کسانی که به باطل گرویده و به الله کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب
وليأتینهم بغتة وهم لا يشعرون. و مشرکان به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود یقیناً عذاب الهی به سراغ آنان می آمد و سرانجام در حالی که غافلند ناگهان به سراغشان خواهد آمد. یستعجلونک بالعذاب وإن جهنم لمحیطة بالکافرین. و مشرکان به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روزی که عذاب آنان را از بالای سر و زیر پایشان در بر میگیرد و الله به آنان میفرماید کیفر آنچه را انجام میدادید بچشید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید بیگمان زمین من گسترده است، پس برای رهایی از فشار مشرکان هجرت کنید و تنها مرا بپرستید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر جانداری طعم مرگ را می چشد، آنگاه به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند قطعاً آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که جویبارها از زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. همان کسانی که شکیبایی ورزیدند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. و کأین من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. و چه بسیار جاندارانی که نمی توانند روزی خود را حمل یا ذخیره کنند، الله به آنها و شما روزی می دهد و او شنوای داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را به خدمت انسان گماشته است، مسلماً میگویند الله. پس چگونه از حق منحرف میشوند؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء علیم. الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می‌دارد و یا تنگ می‌گیرد. بیگمان الله به هر چیزی داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از خشکی و خزانش زنده کرد، مسلماً میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص الله است،
بلکه بیشترشان این نشانه ها را در نمی‌یابند. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی در سرای آخرت همان است. اگر میدانستند به دنیا دلبسته نبودند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هنگامی که مشرکان در کشتی سوار میشوند الله را با اخلاص میخوانند، اما چون آنان را به خشکی میرساند و از خطر غرق شدن میرهاند باز شرک میورزند. لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. چنین میکنند تا نسبت به نعمتهایی که به ایشان داده ایم ناسپاسی کنند و از لذتهای زندگی دنیا بهره‌مند باشند، پس به زودی عاقبت دردناکشان را خواهند دانست. اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا آنان ندیده اند در حالی که مردم پیرامونشان گرفتار قتل و غارت بوده و مورد دستبرد قرار میگیرند ما حرم امنی برای مردم مکه قرار داده ایم؟ آیا باز هم به بت‌های باطل ایمان میآورند و نعمت الله را ناسپاسی میکنند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمکارتر از آن که بر الله دروغ میبندد یا کلام حق را که به او رسیده است دروغ میشمارد؟ آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. و کسانی که در راه خوشنودی ما کوشش کنند قطعاً به راههای خیش هدایتشان میکنیم و بیگمان الله با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. رومیان در جنگ با فارس شکست خوردند. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. در نزدیکترین سرزمین مرزی شام با فارس و آنان پس از شکستشان در نبردی دیگر پیروز خواهند شد. در ظرف چند سال آینده چه قبل و چه بعد از این پیروزی سررشته امور به دست الله است و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. این شادی به خاطر یاری رساندن الله به اهل کتاب است و او هر که را بخواهد یاری می کند و او شکست ناپذیر مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. این پیروزی وعده الله است و الله هرگز از وعده خود تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنان فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت غافلند. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا با خود نمی اندیشند که الله آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریده است؟ و بی تردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان در روز قیامت باور ندارند. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا مشرکان در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آنها بسیار نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای کشاورزی و عمران بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، اما آنان انکار کردند و هلاک شدند. الله هرگز به آنان ستم نکرد، بلکه آنها به خود و به خویشتن ستم می‌کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آنگاه کسانی که بدی کرده بودند به سرانجام بدتری رسیدند، چرا که آیات الله را تکذیب نموده و آنها را به تمسخر می گرفتند. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را پس از مرگش باز می گرداند. آنگاه در روز قیامت همگی به سوی او بازگردانده می شوید. و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. روزی که قیامت برپا گردد گناهکاران از رحمت الهی ناامید می شوند. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. و مشرکان از بین معبودان خود که میپرستیدند هیچ شفاعتگری نخواهند داشت و نسبت به معبودانشان که آنها را همتای الله قرار داده بودند کافر میشوند. و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون. روزی که قیامت برپا شود مردم بر اساس اعمالشان از یکدیگر جدا میشوند. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند در بوستانی از بهشت شادمان خواهند بود. و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. و اما آنان که کافر شدند و آیات ما و دیدارمان در آخرت را تکذیب کردند اینان برای عذاب الهی فراخوانده می شوند. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون. پس الله را ستایش کنید آنگاه که به شب در میایید و آن دم که به صبح میرسید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
و عصرگاهان و هنگامی که به نیمروز می رسید و حمد و ستایش در آسمانها و زمین مخصوص اوست. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. او موجود زنده را از ماده بیجان پدید می آورد و ماده بیجان را از موجود زنده خارج می سازد و زمین را پس از خزان و خشکی زنده می سازد و به همین صورت شما نیز روز قیامت از گورها برانگیخته خواهید شد. و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس شما انسانهایی شدید که تولید مثل کردید و در زمین پراکنده گشتید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و بین شما محبت و مهربانی پدید آورد. بیگمان در این نعمت برای خردورزان نشانه هایی از قدرت پروردگار است. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان ها و رنگ هایتان است. بی تردید در این امور برای دانشوران نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون. و از نشانه های او خواب شما در شب و روز و کوشش و تلاشتان برای بهره‌گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش است. بیگمان در این امور برای آنان که گوش شنوا دارند نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون. و از نشانه های او این است که صاعقه را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و از آسمان باران می فرستد و زمین را پس از خشکی و خزانش با آن زنده می سازد. بیگمان در این امور برای آنان که میاندیشند نشانه هایی از قدرت پروردگار است. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به فرمانش برپاست و هنگامی که در روز قیامت با ندایی شما را از زمین فرا می‌خواند ناگهان همگی از گورها بیرون میآیید. وله ما فی السماوات والارض كل له قانتون. هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و همگی فرمان بردار او هستند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اوست که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را پس از مرگش باز می گرداند و این کار برایش آسانتر از آفرینش نخستین است و برترین وصف در آسمان ها و زمین برای الله است و او شکست ناپذیر حکیم است.
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ای مشرکان، الله برای شما از خودتان مثالی می آورد. آیا از بردگان شما کسی هست که در اموالی که به شما داده ایم شریکتان باشد؟ به گونه‌ای که هر دو در برخورداری از آن اموال یکسان باشید و چنان که از تصرف مال از یکدیگر بیم دارید از آنان نیز بیم داشته باشید. حال که چنین نیست، پس چرا بندگان و مخلوقات الله را با او شریک می دانید؟ ما آیات خود را برای کسانی که میاندیشند این چنین به روشنی بیان می‌کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرین. دلیل شرک کمبود دلایل توحیدی نیست، بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و هوس خود پیروی می کنند. پس آن را که الله گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند؟ آنان در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نخواهند داشت. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس ای پیامبر، با اخلاص به سوی این دین روی آور. این دین اسلام است که الله فطرت مردم را بر اساس آن سرشته است. هیچ دگرگونی و تغییری در آفرینش الله نیست. این است راه راست و دین استوار، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی‌دانند. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. به پیشگاه پروردگار توبه کنید و به سوی او بازگردید و از او پروا کنید و نماز برپا دارید و از مشرکان نباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. و از کسانی نباشید که در دین تفرقه ایجاد کردند و دست دسته شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشنودند. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد توبه کنان پروردگارشان را میخوانند. آنگاه چون رحمتی از جانب خیش به آنان بچشاند و گره از کارشان بگشاید، به ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می‌آورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه که به آنان داده ایم ناسپاسی کنند، پس از لذت‌های دنیوی بهره بگیرید که به زودی نتیجه کردار خود را خواهید دانست. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا دلیل محکمی بر آنان نازل کرده ایم که از درستی شرکشان به الله سخن میگوید و آن را موجه می شمارد؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ
اما اگر به سزای کارهایی که انجام داده اند رنج و مصیبتی به ایشان برسد مأیوس می شوند. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندیدند که الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می دارد و یا تنگ می گیرد؟ بیگمان در این گشایش و سختی برای مؤمنان نشانه‌هایی از لطف و رحمت پروردگار است. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس حق صله رحم خویشاوندان را ادا کن و حق صدقه و زکات فقیران و در راه ماندگان را بپرداز. این کار برای کسانی که خوشنودی الله را می‌طلبند بهتر است و آنانند که رستگارند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه از اموال خود که به قصد ربا به مردم می دهید تا با پس گرفتن آن به میزان بیشتر بر اموالتان افزوده گردد نزد الله افزایشی نخواهد یافت، ولی آنچه را که برای خوشنودی الله به عنوان زکات می پردازید برکت و افزایش می یابد و کسانی که چنین می کنند اینانند که پاداششان نزد الله چند برابر می گردد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله است که شما را آفرید و روزی داد، آنگاه شما را میراند و باز در قیامت زنده می کند. آیا هیچ یک از بت‌هایی که همتای الله قرار داده اید می توانند چیزی از این کارها را انجام دهند؟ منزه است او و از آنچه با وی شریک می سازند برتر است. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به خاطر گناهانی که مردم مرتکب شده اند فساد و تباهی در خشکی و دریا آشکار شده است تا الله جزای برخی از اعمالشان را به ایشان بچشاند، باشد که به سوی حق بازگردند. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ای پیامبر، به مشرکان بگو در زمین گردش کنید تا ببینید سرانجام کسانی که پیش از شما بودند چگونه بوده است. بیشتر آنان مشرک بودند و به همین سبب هلاک شدند. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پیش از آن که روزی فرا رسد که بازگشتی از جانب الله ندارد، به سوی دین پایدار روی آور. در آن روز مردم پراکنده می شوند، گروهی به بهشت می روند و گروهی به دوزخ. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون. هر که کفر بورزد کفرش به زیان خود اوست و هر که کار شایسته انجام دهد بهشت را برای خود آماده می سازد. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین. تا الله کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد، بیگمان
او کافران را دوست ندارد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. از نشانه های قدرت او این است که بادهای مژده دهنده را میفرستد تا از رحمت خود به شما بچشاند و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند تا از فضل او روزی بجویید. باشد که سپاس گذارید. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم و آنان با دلایل روشن نزدشان آمدند، ولی مردم آنها را دروغ انگاشتند. سپس از گناهکاران انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله است که بادها را روان می کند و ابرها را به حرکت در می آورد و آنها را چنان که می خواهد در آسمان می گستراند و به صورت پاره هایی در می آورد. آنگاه قطره های باران را می بینی که از میان ابر بیرون می آید. پس آنگاه که الله این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد فرو بارد، آنان شادمان می شوند. و این كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین. هرچند پیش از آن که ببارد مأیوس بودند. فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس به آثار باران رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پس از خشکی و خزانش زنده می کند. بیگمان این پروردگاری که زمین را زنده می کند مردگان را نیز زنده خواهد کرد و او بر هر کاری تواناست. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. اگر بادی سوزان بفرستیم و کشتزارهایشان را زرد و پژمرده ببینند، پس از مشاهده این وضعیت کفر می‌ورزند و ناسپاسی می‌کنند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پس ای پیامبر، بیگمان تو قادر نیستی مرد دلان را شنوا سازی و آوای دعوت حق را به گوش کران برسانی آنگاه که آنان پشت می کنند و روی می گردانند. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمیتوانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو فقط میتوانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که به آیات ما ایمان دارند و در برابر حق تسلیم هستند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
الله است که شما را از آب بی ارزشی آفرید، آنگاه پس از ناتوانی دوران خردسالی نیرومندی بخشید و پس از نیرومندی ضعف و کهنسالی پدید آورد. او هرچه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون. روزی که قیامت برپا گردد مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در گور درنگ نکردند، آنان در دنیا نیز این گونه به انحراف کشیده می شدند. وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولی اهل دانش و ایمان میگویند در حقیقت شما به موجب آنچه در کتاب الله مقرر شده تا روز رستاخیز درنگ کرده اید، پس امروز روز رستاخیز است، اما شما نمیدانستید و آن را باور نداشتید. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. در آن روز عذرخواهی ستمکاران سودی ندارد و از ایشان درخواست توبه نمی شود. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. به راستی که برای مردم در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم و اگر نشانه ای در مورد صداقتت برایشان بیاوری، کافران میگویند شما باطل اندیشانی بیش نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الله بر دلهای کسانی که سخن حق را نمیفهمند این گونه مهر غفلت می نهد. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ای پیامبر، بر آزار و تکذیب مشرکان شکیبا باش که وعده یاری الله حق است. مبادا کسانی که به رستاخیز باور ندارند تو را از شکیبایی باز دارند و از راه راست منحرف کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. این آیات کتاب حکیم است. هدى و رحمة للمحسنین. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اینان از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و اینان رستگارانند. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات را به ریشخند میگیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده است.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود تکبر کنان روی می‌گرداند، گویی که آن را نشنیده است، گویی در گوش‌هایش سنگینی است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها باغ‌های پرنعمت بهشت است. خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. جاودانه در آن خواهند ماند، وعده خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خداوند آسمانها را بدون ستون آفرید که می‌بینید و در زمین کوه‌های استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبندی در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم، آنگاه در آن زمین هر جفت گیاه پرارزش و نیکو رویاندیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. این آفرینش خداوند است، پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده اند، بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غنی حمید. و به راستی به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند تنها به سود خود شکر کرده است و هر کس که کفران کند پس بی تردید خداوند بی نیاز ستوده است. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. و به یاد آور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت: ای پسرک من، به خدا شرک نیاور، بیگمان شرک ستم بزرگی است. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد.
و از شیر باز گرفتنش در 2 سال است. آری سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. و اگر آن 2 مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که توبه کنان به سوی من باز آمده است. سپس بازگشت همه شما به سوی من است. آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه می کنم. یا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ای پسرک من، اگر عمل نیک یا بد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد، آنگاه در درون تخت سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد. بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من، نماز را برپا دار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن. بی تردید این از کارهای سترگ است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. و با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو. بیگمان خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن، زیرا زشت‌ترین صداها صدای خران است. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر. آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمتهای خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است؟ و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کند.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. و کسی که روی خیش را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد، به راستی به دستگیری محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی خداست. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. و کسی که کافر شود پس کفر او تو را غمگین نسازد، بازگشت همه آنان به سوی ماست، پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد. بی تردید خداوند به آنچه درون سینه هاست داناست. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ. آنها را اندکی از متاع دنیا بهره‌مند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگزیر سازیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید، مسلماً میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمیدانند. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحمید. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، بیگمان خداوند است که بی نیاز ستوده است. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا مرکب گردد و 7 دریای دیگر به مدد آن بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد. بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. آفرینش و برانگیختن همه شما در روز قیامت جز مانند آفرینش و زنده کردن یک تن بیش نیست. بیگمان خداوند شنوای بیناست. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبیر. آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آنچه به جز او می‌خوانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیدی که کشتی به نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا خداوند بخشی از نشانه‌های خود را به شما نشان دهد؟ بیگمان در این برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه‌هایی است. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور. و هنگامی که در دریا موجی همچون سایبان آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص می‌خوانند، پس چون آنها را با آوردن به خشکی نجات داد آنگاه بعضی از آنان راه اعتدال را پیش می‌گیرند و بر ایمان و عهد خود می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر راه کفر را پیش می‌گیرند و آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، از پروردگارتان بپرهیزید و از روزی بترسید که نه پدر کیفر فرزندش را به عهده میگیرد و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را عهده‌دار می شود. یقیناً وعده خداوند حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیر. بیگمان علم قیامت نزد خداست و او باران را نازل می کند و آنچه را که در رحم هاست می داند
و هیچ کس نمیداند فردا چه چیز به دست می آورد و هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین می میرد. یقینا خداوند دانای آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نزول این کتاب آسمانی که در حقانیت آن هیچ شکی نیست از سوی پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کافران میگویند محمد آن را به دروغ به پروردگارش نسبت میدهد. هرگز چنین نیست، بلکه آن سخن حقی است از جانب پروردگار تو تا قومی را که پیش از تو برایشان بیم دهنده‌ای نیامده است هشدار دهی، باشد که هدایت شوند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. الله است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید، آنگاه بر عرش قرار گرفت. شما بجز او هیچ کارساز و شفیعی ندارید. آیا پند نمیگیرید؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. امور جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر می کند. آنگاه در روزی که بلندیش به حساب شما 1000 سال است این امور به سوی او بالا می رود. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. این پروردگار شماست، دانای پنهان و آشکار، شکست ناپذیر مهربان. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. همان کسی که هرچه آفرید به نیکوترین شکل آفرید و آفرینش آدم را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز پدید آورد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. آنگاه اندام او را سامان داد و از روحی که خیش آفرید در آن دمید و برایتان نعمت گوش و چشم و دل قرار داد، چه اندک سپاس می‌گزارید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. مشرکان میگویند آیا هنگامی که مردیم و در زمین ناپدید شدیم دوباره آفرینش جدیدی خواهیم یافت؟ آری، آنان به دیدار پروردگارشان کافرند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ای پیامبر، بگو
فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است جانتان را میگیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش مجرمان را ببینی که در قیامت در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده و میگویند پروردگارا، اکنون حقیقت را دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم. بی تردید ما اکنون به قیامت یقین داریم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اگر می‌خواستیم به هر انسانی هدایتش را ارزانی می‌داشتیم، ولی این سخن و وعده من حق است که دوزخ را از همه جنیان و آدمیان کافر انباشته خواهم کرد. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. به آنان گفته می شود به کیفر آن که دیدار امروزتان را فراموش می کردید عذاب سوزان را بچشید. بیگمان ما نیز شما را فراموش کرده ایم و اکنون به کیفر کارهایی که انجام می دادید عذاب جاودان را بچشید. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون ایشان را با آن آیات پند می‌دهند سجده کنان به زمین می‌افتند و پروردگارشان را به پاکی می‌ستایند و تکبر نمی‌کنند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. در دل شب از بستر برمیخیزند و پروردگارشان را با بیم و امید به نیایش میخوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق میکنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. پس هیچ کس نمیداند به پاس آنچه این مؤمنان در دنیا انجام میدهند چه پاداشهای بزرگی که مایه روشنی چشم هاست برایشان نهفته است. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا کسی که مؤمن است از لحاظ شأن و پاداش همچون کسی است که کافر است؟ نه، هرگز برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند جایگاهشان باغهای بهشت جاویدان است. این وسیله پذیرایی پروردگار از ایشان است به پاداش آنچه که انجام میدادند. و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و اما
کسانی که تبهکار شدند و از اطاعت الله سرباز زدند جایگاهشان آتش دوزخ است. هرگاه بخواهند از آن خارج شوند به آنجا بازگردانده می شوند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب آتشی را که دروغ می پنداشتید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. یقینا پیش از عذاب بزرگ آخرت از عذاب نزدیک و سختی های این دنیا به آنان میچشانیم، باشد که توبه کنند و به سوی الله بازگردند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. کیست ستمکارتر از آن که او را به آیات پروردگارش پند دهند ولی به آنها پشت کند؟ بی تردید ما از گناهکاران انتقام خواهیم گرفت. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل. ما به موسی کتاب تورات دادیم، پس ای پیامبر درباره دیدار او در تردید نباش. ما تورات را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. و چون آنان بر عبادت و دوری از گناه شکیبایی می کردند و به آیات ما یقین داشتند، از میان ایشان پیشوایانی گماشتیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مسلماً پروردگار توست که در روز قیامت در مورد آنچه اختلاف می کردند میانشان داوری می کند. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلك لآیات افلا یسمعون. آیا ندیدند که چه بسیار نسل‌هایی را پیش از آنان نابود کردیم که اکنون آنها در خانه‌های ایشان راه می‌روند؟ بیگمان در این عذاب و هلاک عبرت هاست. آیا باز هم سخن حق را نمی‌شنوند؟ اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. آیا ندیدند که ما باران را به سوی زمین خشک و بیگیاه میفرستیم و به وسیله آن کشتزاری پدید میآوریم که خود و چارپایانشان از آن تغذیه میکنند؟ آیا نشانه های لطف و قدرت پروردگار را نمی بینند؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. کافران میگویند اگر راست گویید این روز داوری که حق را از باطل جدا خواهد کرد کی فرا میرسد؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. بگو در روز داوری و پیروزی حق ایمان آوردن کافران سودی نخواهد داشت و به آنان مهلت توبه داده نمی شود. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. پس ای پیامبر اکنون که بر شرک پافشاری می کنند از ایشان روی بگردان و منتظر عذابشان باش که آنان نیز منتظرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ای پیامبر، از الله پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن، بیگمان الله دانای حکیم است. واتبع ما یوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن، یقینا الله از آنچه انجام می دهید آگاه است. وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا. و بر الله اعتماد کن و همین بس که الله کارساز تو باشد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله در درون هیچ کس دو قلب قرار نداده است و به همین صورت هرگز همسرانتان را که مورد زهار و تحریم جنسی قرار می دهید همچون مادرتان قرار نداده است و نیز فرزند خانده هایتان را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن باطلی است که بر زبان می آورید، ولی الله سخن حق میگوید و اوست که به راه راست هدایت میکند. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیما. پسرخوانده هایتان را به پدرانشان نسبت دهید که این کار نزد الله منصفانه تر است. اگر پدرانشان را نمیشناسید آنها برادران دینی و دوستان شما هستند. در آنچه که قبلا در این مورد اشتباه کرده اید گناهی بر شما نیست، ولی آنچه که نیت قلبی شماست و عمدن بر زبان میآورید گناه است. پس اگر توبه کنید الله آمرزنده مهربان است. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر در تمام امور نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و رأی و خواستش اولویت دارد و همسران او از لحاظ حرمت ازدواج در حکم مادران آنان هستند و بر اساس حکم الله خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر نسبت به مؤمنان و مهاجران اولویت دارند و ملاک ارث خویشاوندی است نه ایمان، مگر اینکه بخواهید به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنان بدهید. این حکم در کتاب لوح محفوظ نوشته شده است. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. و ای پیامبر یاد کن هنگامی را که از پیامبران پیمان ایمان و نبوت گرفتیم، به ویژه از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از همه آنان پیمان محکمی درباره دعوت مردم به توحید گرفتیم. لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعد للكافرین عذابا ألیما. الله چنین کرد تا از راستگویان درباره راستی پیامشان بپرسد و گمراهان هیچ عذری نداشته باشند و او برای کافران
عذابی دردناک آماده کرده است. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت الله را بر خود به یاد آورید آنگاه که سپاهیانی از قبایل عرب به سویتان آمدند. پس ما تندبادی سخت به همراه لشکری از فرشتگان که آنها را نمیدیدید به مقابله با آنان فرستادیم و به سختی شکستشان دادیم و الله به آنچه انجام میدهید بیناست. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنگامی که دشمنان در غزوه خندق از سمت بالا و پایین شهر به سویتان آمدند و مدینه را محاصره کردند، آنگاه که چشمها به فراوانی دشمن خیره مانده و جانها از شدت وحشت به گلوگاه رسیده بود و شما به الله گمانهای گوناگون می بردید. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی به وحشت و اضطراب افتادند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. و نیز به یاد آورید هنگامی را که منافقان و بیمار دلان سست باور می گفتند وعده الله و پیامبرش درباره پیروزی بر کافران فریبی بیش نیست. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. و نیز هنگامی را که برخی از ایشان گفتند ای اهل یثرب اینجا جای ماندن شما نیست، پس به خانه هایتان بازگردید. و برخی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه های ما بی حفاظ است، در حالی که بی حفاظ نبود. آنان فقط می‌خواستند از جهاد فرار کنند. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و خانه هایشان را محاصره می کردند و از آنان می‌خواستند که به کفر و شرک بازگردند، قطعاً می‌پذیرفتند و فقط تعداد اندکی در برابر این درخواست مقاومت می‌کردند. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. در حالی که این منافقان پیش از این بعد از فرار از دشمن در جنگ احد با الله پیمان بستند که هرگز از ترس دشمن فرار نکنند، ولی پیمان شکستند و مردم در برابر پیمان الله بازخواست میشوند. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ای پیامبر، به منافقین بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید هرگز سودی به حالتان نخواهد داشت و در آن صورت نیز جز اندکی از زندگی دنیا بهره مند نخواهید شد. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. ای پیامبر، بگو اگر الله برای شما مصیبت یا رحمتی خواسته باشد چه کسی شما را در برابر اجرای فرمان او حفظ می کند؟ آنان بجز الله برای خود
هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله افرادی را که با کار شکنی مردم را از جهاد باز می‌دارند و به برادرانشان میگویند به ما بپیوندید به خوبی میشناسند. آنان سست باورند و جز اندکی به میدان جنگ نمی آیند. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. آنان در همه چیز بر شما بخل می‌ورزند و هنگامی که بیم جنگ پیش می آید در حالی که چشمهایشان از وحشت در حدقه میچرخد تو را نگاه می کنند همچون کسی که از سختی مرگ بیهوش شده باشد و هنگامی که بحران و ترس برطرف شد به خاطر حرص و طمعی که نسبت به غنایم دارند با زبان تند و نیشدار خود شما را میرنجانند. آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند، پس الله اعمالشان را تباه و باطل می‌گرداند و این کار بر الله آسان است. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. منافقان میپندارند که لشکریان احزاب هنوز از اطراف مدینه نرفتند و اگر بازگردند این سست باوران آرزو می کنند که در میان بادیه نشینان پنهان باشند و از آنجا جویای اخبار درگیری شما شوند و اگر هم در میان سپاه شما بودند جز عده کمی به جنگ نمی پرداختند. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. به راستی که برای شما در کردار و گفتار رسول الله سرمشق نیکویی است برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند و الله را بسیار یاد می کنند. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. هنگامی که مؤمنان لشکر احزاب را دیدند گفتند این امتحان الهی و پیروزی نهاییش همان چیزی است که الله و پیامبرش به ما وعده داده اند و تردیدی نیست که راست گفتند و مشاهده انبوه دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان در مقابل پروردگار نیفزود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مردان مؤمنی هستند که به عهد و پیمانی که با الله بسته بودند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان تا آخر بر عهد و پیمان خود ایستادند و در این راه درگذشتند یا به شهادت رسیدند و برخی دیگر هنوز چشم انتظار شهادت هستند و هرگز در پیمان خود تغییری صورت ندادند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحیما. این رویدادها پیش می آید تا الله راستگویان را به خاطر
خاطر پایمردی و راستگوییشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبهشان را بپذیرد. بی تردید الله آمرزنده مهربان است. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله سپاه کافران را لبریز از خشم از مدینه بازگرداند، چرا که از تحقق اهدافشان ناکام مانده و به هیچ غنیمتی دست نیافتند و برای پیروزی در جنگ حمایت الله از مؤمنان کافی است و الله همواره توانای شکست ناپذیر است. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله گروهی از اهل کتاب را که از مشرکان حمایت کرده بودند از قلعه هایشان به زیر کشید و در دلهایشان وحشت انداخت، آنگاه که شما برخی از ایشان را می کشتید و برخی دیگر را به اسارت می گرفتید. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. و زمینهای کشاورزی و خانه ها و اموالشان و همچنین سرزمین خیبر را که هرگز به آنجا نرفته بودید در اختیار شما گذاشت و الله بر انجام هر کاری تواناست. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیامبر، به همسرانت که نفقه بیشتری میخواهند بگو اگر شما زندگی و زینت دنیا را میخواهید بیایید تا با هدیه‌ای مناسب شما را بهره‌مند سازم و به شایستگی طلاق دهم. و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. و اگر مشتاق الله و پیامبرش و سرای آخرت هستید پس بدانید که الله برای نیکوکارانتان پاداش بزرگی فراهم کرده است. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلك علی الله یسیرا. ای زنان پیامبر، هر یک از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود عذابش 2 چندان خواهد بود و انجام این کار برای الله آسان است. صدق الله العظیم.